سلام دوستان مهربان، خداوند نگهبانتون باشه انشالله. در این جای مقدس هستیم در حق کل مردم مسلمان، خصوصا مردم سربلند تاجیکستان و تاجیکان تمام دنیا دعاگو هستیم. پروردگار سربلند باشه. ویدیو ما برای مردم شهر باختر حاضرک پیش خرغانتپه برای همه ها هستید و دوستان با حضور گوش کنید. شخصایی که در شهر خرغانتپه هسته باختر در بازار حاجی شریف دوستان مهربان، دوستی بهترین ما مصلح‌الدین شرکت تاجیکان جامعه خشکشادگی از ما هم یک کمک دستگیری از طرف ما به خاطر خدا، به خاطر برادرین حجامه، مساج، فیتاباش که همه نمودی خدمت رسانی هست ان شاء الله. بانک ها همه شیخ چون نرخ شما راستش گفته بود فراموش کردم. از نوع ما هم یک دستگیری کنه بابا جان 88 مردمی که از شهر خرغانتپه ما را تماشا میکنید برای در خدمت شما اکرم مصلح‌الدین است. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت برای حرمت عزتون، برای دستگیریتون. بعد نوار من میمونم کلی چیرا تمامی تماشای طرفی مسجد ها و طرفی کوه احد همش تماشا کنید. بعد این کادوش شرکت ما خدمت که اگر میخوای آمدن در بالای نوار رقمای شرکت ما میمونم. آخری ماه پروازه. السلام علیکم و رحمت الله. مسئله خورد و خوراک سوال میده دوستان عزیز. این چی است؟ شوربا. شوربا سبزی. ایش چیه؟ بامیه. چی؟ بامیه. ایش برنج آش. ایش گوش بریان. خوب ایش سالاد همشه. خورد و خوراک برای شخصایی که مقصد همچه. این حلوا؟ حلوا. حلوا، سیب، آب، نان، چپاتی. نه کدمی که میگه مقصد مسئله خورد و خوراک گفته بودی. هر گونه. سحری خیلی چی بود سحری ده؟ سحری تخم بود دیگه، سوپ بود. سوپ بادرنگ، بانجان مقصد. زیتون. خوب. بهتر و خوبتر. خلاصه از اینکه با نگه که همه میخری خط کش نه درست نه. دوستان گوش بیرون شوربا خیلیش. خلاصه از این همچه گفتگیم میگیری میخری. خداوند نوستان کنه برای تو اشتهایت آماده. 1 2 3 هذا زور حق زور هذا بس. ايش ضابط ركب بچو ضابط رك یه با طرف نشون میدیم. چی داره؟ برای ضابط رک چیه؟ سوپ شوربا. ایش تخم خلاص. حلوا، عسل، پاویدلو. کوشید. نظر. چی داری؟ رود نمیاد. شب بخیر دوستان عزیز. ساعت 3 شب مدینه منوره. مردم بعضی در نماز، بعضی خواب، بعضی گشته سودیان. یک پلوسی 5-6 ایده بوده ها خنکیش ما حرکت کردیم یا برایم گفتم یک چی میگن از مهلت مناسب استفاده برده با شما را یک نشانه تیم مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خداوند همه شما را به جای مقدس اومدن نصیب گردونه. خداوند حفظتان کنه. یا الله. یکی ویدیو چه خاطر گذاشته میشه نمیدونم، اما حرکات منم بگذارم شو انشاءالله. دعاگو باشه با تماشا کنید دلشی. بگیم این طهارت خانه هاشون حمام، همچنین طهارت خانه های مدینه منوره. جا مسجد است، جا طهارت خانه هاش. همین طهارت خانه ها هم چند قسم عبارتن.
این آیپاد ای بالا یک ایتاژ میفروی nebo 2 ایتاژ میفروی. اینجا نشون میده چگونه باید گرفت چیکار کرد. همشون نشون میده. اونجا چه طهارت خونه هاشون نشون میده که خواستم که از این جوارم اینجاش با پارکوفکا بده. اینجاش پارکوفکا. سلام. این خیلی همچنین هسته. طهارت خونه تاتم همشون خیلی خوش رو کولن. خوش رو هسته. ماشاءالله. جایی که 70 صحابه اونجا قتل رسول شدن از دستی مشرکان مکه در هم دوره جنگ احد. نه که میبینی که احد است. حال نستی که احد است. ای که از ما قرار داریم در بالاش. یکی 50 صحابه که 50 نفر پیامبر صلی الله علیه و سلم چیه مشرکان میگن نیز زن ها بچه ها رو آورد ان شاء الله اونجا. اینجوری دیده سوده پنجره اینجوری که حضرت حمزه رضی الله عنه اما که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم خوابیده است. آرامگاه همینجا است که در همینجا در همون دوره جنگ احد از دست وحشی و قتل رسانده شد و همینجا جگرش پاره کردن. خدا من رحمت مغفرتش کنه. ببینید چه عذابی که با اسلام با ما رسید. الله رحمت مغفرتش کنه. دوستان عزیز ما اومدیم جای سلمانی فارس یعنی که جای خندق راه کندگی برای مشرکان مکه. مشرکان مکه که از طرف جمع میکنن سلمان فارس یکمین اولین شخصی بود که در همینجا چقریه فیگرز در سرش اومده کندن. این مسجدی نظرت علیه موندگی مسجد کدام صحابه را گفتن فراموش کردم ما دقت پر اومده خیر رفیق ما نرفتیم اونجا. و مسجد حضرت عمره و مسجد حضرت عایشه اینجا رو مخم کردگن اما ما حرکت میکنیم که با این کروب بگیم تاجیکیش کنیم با چی برویم مس با تنکو از میره با نشان کنیم. خلاصه از اینکه اونجا محکمه لیسنسش کرده با بیتون لیسنسش ریخته استین برادر عزیز بعد من می سخنرانی من زون میپیچه گپام نیتو میشوند. بچه‌ها مینویسن در کامنتر بعد خیلی نمیگفتی تو مینویسی میگفتی یعنی بدون که یادم دونم غلطی دیگه گم گپو نیتو میبرن ایدام بخش مردم ببین این دکه چخیدیم توجیکش کردیم. بسم الله این اینجا مسجد. بسم الله الرحمن الرحیم. من این مسجدی کدو صحابه گفتم فراموش کردم. سلام. من اون مسجدی که میبینی مسجد حضرت علی که از دوره این جوره لیسنسه کرده محکمش کرده ریمو رفته درسترش. بچه ها نماز اختگی خواهر اپا نماز خوندستیم. مسجدی 1400 سال پیش ببینی اینه بلای در مسجدی قبا میخونیم. سیب چند. سلام علیکم دوستان عزیز. اینه این سنگو رو هر تایم سنگ می سنگو می نویسی کد می دومده نه نویسی در سنگو یا شیر کن. بسم الله گفته بخ میتی اخیل درست نیست. دوکنه از این صلح بودیم خیلی خدا نیست. بنا باید بخونیم. یکن نیه به جای امام شاهده همون محل.
دوستان عزیز اینایی مسجد حضرت علی جایی که ماشینا موندگیان بگیم همو چقری همو غار همینجا کندگی بود صحابه ها در این اتناوی که در این بلنده ایستادگی بودن از این طرف میخواستن این مشکل متحجم کنن برای یک راه بدین این مبین غاره از اینجا انشالله بعد چی میکردن حجمشون میکردن با نیزه میزدن همینجا بود که شکست خوردن آخران حجم حمله اهل قریش بود نسبت مسلمانو در همون 1450 سال پیش خداوند رحمت و مغفرت چون کنه که چه عذاب و چه مشقت ها کشیدن نسبت ما که برای ما که اسلام به ما رسید. چی گفتنی ای بو؟ اینجا جای سلمانی فارس خندق خیلی شما ببینید ما در مسجد سلمان فارس قرار داریم الحمدلله بهترین جا بهترین مکان الله همتون نصیب کنه حضرت علی در او پایان ای این مسجد کدام صحابه گفتن من فراموش کردم اما سلمان فارس این همی خندق همه نمی غار و تپه ها رفتیم که تاکسی نگه داره. خب دوستان عزیز با ما انشاءالله بعدتر نشون میتیم دیگر جای ها را اینجا همه جرم دوستان عزیز در همی غار خندق یک مسجد کلان احساس کرده بغیر این 4 مسجدی که میده است حضرت عایشه حضرت عمر حضرت علی و کدام جا گفتن الله خودشون در دیگه فراموش مسجد کلان کرده گیان اصلا مکه و مدینه هر 1 کیلومتر هر یک قدمش یک مسجد احساس کردگی است و اونو طور کم چی هست امارات مسجد باشه چی باشه نام دوره ماندگیان کهنه ویش نیمش ریختگی کمتر دیگرگونی کردگیان یعنی که ای بالا سیمین پاشتگیان تو باران مثلی ها و نوایایی که در طور کم و یا نکنه شد هرچی بود از دوره بهترین انسان های روی دنیا بهترین شخص های روی دنیا بهترین صحابگان بهترین مادران و پدران 1450 سالی پیش بدن همین خشب بدونه که سببی همه ایجا نشان دادن ما الحمدلله زیارت ها ما کرده شدیم نماز ها ما خوانده شدیم عبادت ها ما با وقتش کرده شدیم سبب نشان دادن این است که با یک کس ببینه تا عبرت بگیره تا بیایه اینجا ذوق رغبت زیاد شود اینجا را ما این جای مقدس بیا اصلاح شده زندگی اسلامی بره این مسجد حضرت عمر این هم همچنین ایستادگی به اون شکل پیش فقط گیرچه پنجره کردیم و ایشه مسجد حضرت عایشه مادر ما گفتن هر یک قدمش با گیردش مخم کردگی برای که ریمون رفته ایستاده خوب تماشا میکنیم در اون طرف دیگر